کدامی از شما بهشت میخواهید؟ کدامی از شما بهشت میخواهید؟ بیا. بله در بهشت گوسفند میشه. بعد پیامبر سلام واقعا دستی راست گوسفند را دوست می داشتند، خبر دادند. صحیحش رسولان و پیغمبران پادبانی میکردند یا اینکه مخصوص گوسفند چرانی؟ ما من نبی الا وقد رعى الغنم. یگان پیغمبری نیست که گوسفند چرانیده باشه. وقتی خوردن گوشت گوسفند به کس واجب نمیشد که طهارت را عوض کند، اما وقتی که گوشت اشتر را میخورند، گوشت شتر چی گفتن طهارت. در اکثریت دولت‌های اروپایی گوشتی که حلال ذبح کرده شده است امروزها یافت نمی‌شود. اما برخی از علما میگویند که گوشت را که گرفتی بسم الله گو خوردن گیر. اگر رفت یک مسلمانم طبق دین عمل نکند گوشت او را خورده نمیشه. قریب همه دولت‌های اروپایی یک قانون مهربانانه دارند برای ذبح کردن مال. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی از جانب الله تعالی برای تمام عالم است. با قوه برق زده کشتن حرام است، باید خون جاری شود. به نام علی میکشن حرام است، یا بسمیل میگوین فقط. خب به نام کی آخر؟ او هم باش قبول نشه. پولش پاره خوری، درآمدش پورا پاره خوری است، خوردنش همش حرام است، فرزنداش همش حرام تربیه می‌یابد. فردا این فرزندا عاقب پدر میشه. خوردن همه جای گوسفند حلال است. یعنی منظور بعضی از دوستداران گوسفند هست که هر جای نازک گوسفند را نیز میپرسند آیا این را خوردن ممکن است یا نه.